آقا مهدی این چیه؟ بچه دار شدی این چیه الان؟ حاصل ازدواج فامیلیه. چی؟ حاصل ازدواج فامیلیه. چقدر قیافه شده شبیه یکی از آشنامون نیست؟ شوهر ماهان خفه شو شوهرم خفه شو ولی چقدر خوشگله. کجا داره میری؟ میرم بچرخونمش. بابا یه دقیقه وایسا یه دقیقه وایسا ببینم چیکار دارم میکنن. اینجا میبینه چله اینجا چیزا رو حالش نمیشه. نگاه چطوری داره نگاه میکنه؟ شبیه خودته به قرآن. آره به خدا نگاه بغلت کنه قربونش برم. داره بوست میکنه گوشتو داره میخوره. نگاه آقا مهدی مشکل نداره بگو بوست کنه. چطرافت داره دندون میجیره. نه بابا نکن خودش جاشو بلده. تو دست زن داره گاز میگیره کیف تو. اورجینال احمد چه بهش جیجی ندادی بخوره امروز؟ نگاه کن جوجو میزنم دندون تو خود میکنه ما پسر احمد چه ولی واقعا یه شباهت خاصی بین تو و این من دارم میبینم. ببین دست بزنی شباهت نمیبینه. کجا داره؟ رفت بغل باباش. ولی واقعا میمون خیلی موجود خوشگلیه. اگه سخت نبود یه نگه می‌داشتم. یه دونه البته داریم ما. بزرگ چرده پدر. آقا مهدی آقا مهدی تو تایلند نه فیلم میخورتت بیا اینور. این چه کاریه تو میکنی؟ این مرتی چیزی شد دهنش داده بیرون. خفه شو. چرا اونطوری برت داشت؟ یه چیزی اضافی از دهنش من. چرا برت داشت میگم؟ نترسیدی؟ اینقدر شیرینم میخواست بخوره نذاشته من. میگم نترسیدی؟ من به بابام چی میگفتم تو تایلند فیل خوردش؟ دندونشو چرد تو دندم اینجا. میگم من به مادر پدرم چه جوابی باید میدادم؟ گفتم تو تایلند داداشم فیل خورد. خوشحال میشدم خیلی. واقعا؟ یه نفرمون چند میشد نونخور چند میشد از کنه. ناراحتی الان یه خوشحال؟ الان خودم خوشحالم زنده موندم. آره. Give me banana. بکی داره به این موز میده من خودم موز نخورده. دیگه بلش کن.